کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه واسه تحت عنوان این وطن را سبز و خرم می‌گردانیم در شفت شورای دوشنبه کلوب اکسیه نیالشینانی دایر نمودند. با تشبوس حزبیان و جلب ساکنان دهه توگرک در درآمدگاه و دهات توگرک با مقصد این موضع نابود را به گوشه سبز تبدیل دادن و کارهای کبودزار نمودن این موضع شورا شروع کردند. با مصلحت متخصصان اینجا زیاده از 100 بخ نیالهای سویافکن و آرایشی شنونده اطلاع دادند که در آینده پرورش و نگاهبین نیالها را تحت نظارت همیشگی خود قرار می‌دهند. یکی از تشبس‌های حزبی این سبز و خرمگردانی هر یک دهه و محله میباشد. در این بابت همه حزبیان یک دیلانه فعالیت نموده هر روزهای استراحتی در روزهای استراحتی سهم خود را گذاشته ایستادند. چی طوره که به همگان معلوم است اعضایان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در تمام گوشه‌های جمهوری تاجیکستان با استفاده از باد و هوای مساعد در سبز و خرمگردانی دیار سهم خود را گذاشته ایستادند. در این روز با پیشنهاد کمیته حزبی و دستگیری جماعت دهات با جلب ساکنان در شفت شاهرو زیاده از 100 نهال سویافکن شنانیده شدند. در همین زمینه با پیشنهاد حزبیان و پیشنهاد جماعت دهات به نام میرزا علی ویس باشد با جلب ساکنان همه گونه حشر نهالشینانی در شفت شاهروی واسع خوالینگ دایر کرده شده با کمک حشرچیان درختان سوزنبرگ مطابق به اقلیم منطقه شنانیده شدند. ما در جماعت میرزا علی ویس زیاده از 1200 دانه درخت آرایشی ارچه و 500 دانه درخت میوه‌دهنده شنیدیم. تصمیم گرفتیم که تا آخر همین ماه معرکه نهال شینانی ادامه یافته ایستاده است و تصمیم گرفتیم که همین درخت‌های نهالی و میوه‌دهنده را ما تا ماه فوریه به آخر رسانیم. همین درختانی که شنیدیم امروز تصمیم گرفتیم که با آدمانی که در همینجا زندگی دارند یک کس رو ما همینجا وابسته کنیم و همین آودیهنده همین رو خوک نکنند. بعد انجام حشر نهالشینانی برای رسیدن به زحمت حشرچیان و در آینده نگاهبی نمودن نیالها تازه و آزاده نگاه داشتن محیط کارمندان جماعت دهات و کارمندان حزب در ملاقات با ساکنان عاید شرح و ایضاح پیام سالانه سرور دولت در این سمت با ساکنان ملاقات سودمند انجام داده تاکید داشتند که تازگی محیط کاری دست جمعانه است و از روزهای مساعد استفاده نموده در سمت کبودزار نمودن محیط ساکنان سهمی ارزشمند گذارند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید